طوری هم که انتظار میرفت پرزیدنت کنونی قزاقستان قاسم جمال توقایف با کسب بیش از 81% آوازها غالب انتخابات پرزیدنتی پیش از مولت این کشور اعلان شد. این انتخابات روز 20 نوامبر سال 2022 دایر شد. منتقدان از اول میگفتند که 5 نامزد دیگر برای جامعه کاملا ناآشنا تنها به خاطر رعایت رسمیت و الترناتیوی وانمود کردن این معرکه پیش بری شده، هیچ کدامش توان رقابت با توقایف رو ندارند و در اصل نتیجه این انتخابات از قبل معلوم بود. چقدر ضعیف بودن نامزدهای ضد توقایف پیش بری شده را این نقطه هم نشان میدهد که جای دوم رو در آوازدهی نه یگان نفر از این نامزدها بلکه بند بزدی همه گرفت که 5% یا بیش از 400,000 نفر در انتخابات اشتراک کرده به ضد همه نامزدها آواز دادند. کمیسیون مرکز انتخاباتی قزاقستان گفت از 11,953,465 انتخاب کننده در انتخابات روز 20 نوامبر 8,300,000 یا 69.44% اشتراک کردند. نتیجه های نهایی انتخابات در این کشور سابق شوروی آسیای مرکزی هنوز نشر نشدند، ولی معمولا نتیجه های نهایی انتخابات ها از نتیجه های مقدماتی تقریبا فرقی نمی کنند. نتیجه های اگزیت پول پژوهشگاه منطقوی جامعه باز نیز نشان میداد که با طرفداری توقایف بیش از 80% آواز داده، بیش از 5% مردم به ضد همه آواز دادند. پژوهشگاه سیاست جمعیتی مربوط به حزب حاکم امانت نشان داد که توقایف بیش از 85% آواز گرفته است. خدمات مطبوعات پرزیدنت قزاقستان هنوز تا اعلان رسمی نتیجه های انتخابات خبر داد که علاقه پرزیدنت های قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان به توقایف زنگ زده او را به مناسبت پیروزی قاطعانه در انتخابات تبریک گفتند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که امامعلی رحمون قاسم جمال توقایف را به مناسبت انتخاب دوبارش به مقام پرزیدنت قزاقستان تبریک گفته به او در فعالیت دولتیشان کامیابی‌های بی‌نظیر به نفع رشد استوار و شکوفایی قزاقستان دوست آرزو کرده است. قاسم جمال توقایف 69 سال داشته. سال 2019 وقتی به قدرت رسید که پرزیدنت قبلی قزاقستان نورسولطان نظربایف به طور ناگهانی بعد قریب 30 سال حکمرانی از مقام دست کشید و توقایف را وارث خود اعلام کرد. توقایف تا اول سال جاری نقش یک پرزیدنت نمایشی را اجرا میکرد، زیرا حکومت را از پس پرده همچنان نظربایف و آدمان او اداره میکردند. در پی اعتراضهای خونین ماه ینور سال 2022 که 283 کشته به جا گذاشت، توقایف توانست حکومت خود را مستحکم کرده نظربایف و آدمان او را از صحنه سیاسی کشور بیرون اندازد. در جریان تقسیم نو قدرت شرط توقایف شماره زیادی از اعضای تیم نظربایف از جمله اعضای خانواده های پرزیدنت قبلی بسیاری از تجارت های پرفایده و منصب های بلند خود را از دست دادند و برخی را زندانی هم کردند.